ارجمند اکنون سبقت برای مدال برنجی میان توشف و مقصودی این لحظه آغاز گردید و بعدی این سبقتی فینالی برای وزن 73 کیلو در این میدان برگزار میگردد. برای همین هم شما امروز در شبکه ورزش بمونید شاهدی باز یکی از آزمایش مرکزی مسابقات امروزه سبقتی فینالی در وزن 73 کیلو میگردید. البته بعدی یک آزمایش دیگر که برای جای سیوم باز شده میگذارد. امسال در این مسابقه در هر وزن 4 نفری اشتراک کردند و از هر دسته که بار اول چنین تعداد زیادی اشتراکچیان را کمیته تدارکات مسابقه اجازه داده است که یعنی این امکانات است برای هر یک ورزشگری که میخواهد نتیجه مثبت نشان دهد و چمپیون تاجیکستان گردد چنین امکانیت را کمیته کار با ژوئن ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با فدراسیون جودوی کشور فراهم آوردند و برای همین هم مسابقه امروز خیلی هم جالب و دیدنی صورت گرفت و میتوان گفت که تمام هیئت مربیان، داوران، نمایندگان دسته‌ها امروز در رفت مسابقه سهم ارزنده داشتند. برای همین هم امروز مسابقه بدون کدام مشکلات زیاد بحث بین مربیان و ورزشگران بین خود مربیان و متصدیان گذاشت که بدون بحث و این اساس شمینت یعنی ورزش اینجا پرتافت وزری و این وزری را خیلی هم زیبا داشت انجام دادن و فکر میکنم که تا فرجام وقت کم مونده است و این امکانات خوبی پیشرفت شدن را برای این ورزشگاه فراهم آورد و فکر میکنم هرچند که مسابقه در فرجام سال دایر شد بازم فکر میکنم این بهترین امکانات برای معین کردن دسته منتخب برای اشتراک در سال 2020 است که پهلوان بخش جدا اگر امروز گوییم که یکی از نمایندگان اساسی نمودی می باشند که می توانند سزای رخصت با بازی‌های المپیک باشند چون که البته نتیجه آخری و اون معلوماتی که شما در دست دارید امروز فدراسیون جدا در همکاری با کمیته جوانان و ورزشگران نزد حکومت جمهوری تاجیکستان علیه کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته ملی المپیک چندین برنامه‌ها را با عاید آماده ساختن ورزشگران پیشنهاد کردند و باید بگیم کارهای زیادی را طول این 4 سال این تشکیلات‌های ورزشی انجام دادند ولی کمیته بین‌المللی المپیک فدراسیون بین‌المللی سال با سال یعنی باز نظامنامه‌های خود را طلبات‌های خود را به دریافت رخصت عوض می‌کنند و البته این برای دریافت رخصت خیلی هم مشکل گردیده است که به هر صورت حالا وقت هست 5-6 ماه دیگر وقت مانده است تا بازی المپیک و ما امید داریم که ورزشگران تاجیک از تمام نیروی قوه خود استفاده میبرند تا اینکه سزای رخصت به بازی المپیک گردند چون که بازی المپیک این بزرگترین فرمی ورزشگران سیاره میباشد که در آن بهترین ورزشگران عالم اشتراک میکنند و آن ورزشگران خوشبختی که سزاوار نشانه المپیک میگردند ابدی در کتاب بازی‌های المپیک و کتاب ورزشی یعنی اکثرش تاریخ ورزشی آن مملکت با حرف‌های زرین نوشته میشن چون که نتیجه بازی‌های المپیک این از همه یعنی افتخاری بلندتر برای هر یک دولت ملت را دارد. برای همین هم هر یک ورزشگری که امروز به درجه عالی میرسد او آرزو مینماید که سزاوار نشانه المپیک باشد. بسیار کشورهایی هستند که طول بیش از 80 سال اعضای کمیته بین‌المللی المپیک باشند ولی این کشورها نشانه المپیک ندارند، مدال المپیک ندارند. ما باید شکر استقلالیت کنیم، شکر دستگیری‌های
اساسدار اصول وحدت ملی پیشوای میلاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان کنیم که امروز یعنی در کشور ما ببینید چقدر مدال های المپی رو ورزشکاران ما به دست آوردند و این البته باعث افتخاری هر یک تاجیکستانی باشد. اینجا ما ورزشکار غالب را با این نتیجه تبریک میکنیم و با او ما موفقیت آرزو می‌نماییم.